سلام بچه‌ها جونم، حالتون چطوره؟ امروز میخوام یه غذای خیلی خوشمزه براتون درست کنم. کوفته و سیب زمینی. به گوشت شخ کردم پیاز، ادویه ها، تخم مرغ، آرد سوخاری، جعفری تازه و نمک و فلفل میزنیم و حسابی اونا رو با هم ورز میدیم. بعدم که این شکلی تو دستمون فرم میدیم، بعد میذاریم یه 2-3 ساعتی تو یخچال بمونه تا قشنگ موادا به خورده هم دیگه برن. حالا داخل تابمون سیب زمینی، پیاز خلالی و گوشت رو هم دیگه میچینیم به این شکل. بعدم یه چند تا گوجه گیلاسی و فلفل کبابی میذاریم و در نهایت اون سوسی که تو کپشن براتون توضیح دادم ما درست میکنیم و روش میریزیم و اینا رو داخل فر قرار میدیم تا قشنگ بپزن. بعدم بچه‌ها رو گازم میتونین درست کنین، حتما نباید فر باشه. این غذا خیلی سریع آماده میشه و خیلی هم خوش طعمه. هم با نون میتونین نوش جان کنین، هم با برنج. بچه‌ها جون سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله رو اگه دوست داشتین بزنین تا بیشتر ویدیو بذارم. کلی کیف کنیم و خیلی دوستتون دارم.